فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی از زاهدان سوال کردن که آیا گرفتن استخاره گناه هست یا نه؟ من از این لحن سوال من اینجوری متوجه شدم که میگه که گرفتن استخاره جایز هست یا جایز نیست، چون که در جامعه ما متاسفانه استخاره به روش نامشروع، به یک کیفیتی که خود مردم ایجاد کردند، یک چیزی شبیه به فال گرفتن هست، اینو اسمش رو گذاشتند استخاره. مانند یک مثلا قرآن رو باز میکنند میگن ما از قرآن استخاره میگیریم، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. این استخاره شرعی نیست. استخاره معنیش یعنی طلب خیر از الله متعال. شما بخواهید که آنچه را که خیر هست، اون اقدامی که مناسب هست برای دنیا و آخرت شما بهتر و مناسب تر هست، الله متعال به شما توفیق بدهد که این کار را انجام بدهید. استخاره گرفتن نه تنها که جایز هست، بلکه یک امری هست که تأکید شده در شریعت اسلامی. در حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب خودشون رو همیشه امر می‌کردند که به هر کاری که مهم باشه، وقتی که میخوان اون کار رو انجام بدن، استخاره رو در اون کار دقیقاً مانند یک سوره از قرآن به مردم یاد میدادند. و در این روایت اومده که اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه. کسی که میخواد یک کاری رو انجام بدن، تصمیم به انجام هر کاری گرفته، قبل از آن 2 رکعت نماز بخواند غیر از نمازهای فرضی که میخواند. یعنی نماز فرضی که میخواند نباشد، بلکه یک نماز دیگر، نماز غیر فرضی باشه، نماز نفلی باشد یا نماز سنتی باشه. بعد از این که نماز رو تمام کرد، دعا بکند. و دعایش هم که به اصطلاح دعای معروفی از اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم. پروردگار، من از علم تو با توسل به علم تو طلب خیر میکنم و از قدرت تو قدرت میطلبم و از فضل و احسان بسیار بزرگ تو من طلب میکنم و خواستارم. فانک تقدر ولا اقدر و انت تعلم و تعلم ولا اعلم. خدای تو قدرت داری، ما قدرت نداریم، تو میدانی و ما نمیدانیم. و انت علام الغیوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فیسره لی. ای خدایا، اگر واقعا شما میدانید که این کار برای من، برای دنیای من، برای آخرت من مناسب هست، این کار رو برای من مقدر بکن. فقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه و برکت بده. و ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عنی. که این عمل رو از من در واقع دور بگردان. واصرفنی عنهم واقدر لی الخیر حیث کان. بعد از این خیر را هر کجا که باشه برای من مقدر بکن. این دعایی هست که در صحیح بخاری حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم استخاره رو در تمام امور به اندازه اهمیت میدادند، به ما آموزش میدادند، مانند اینکه یک سوره از قرآن رو به ما آموزش میدادند. به این اندازه اهمیت میدادند به این دعای استخاره. و اگر کسی هم این الفاظ عربی رو بلد نیست، لازم نیست که قطعا حتما این دعای به اصطلاح مأثوری باشد. اگر کسی به زبان فارسی یا هر زبان دیگری که دارد دعا بکند که خدایا شما میدانید من نمیدونم، شما قدرت زیاد هست و علم زیاد هست و من علمی ندارم و فضل تو بسیار زیاد هست. ای خدا، به فضل خودت و کرم خودت، به علم خودت، اون چی که شایسته هست برای دین و دنیای من، اون رو برای من مقدر و میسر بکن و اون اموری که برای من در دین و دنیا شایسته نیست، اون از من به اصطلاح دور بکن. این استخاره شرعی هست، نه تنها جایز هست بلکه تاکید شده که انسان مسلمان هر کاری را که میخواد انجام بدهد، ابتدا این دعا را بخواند و طلب خیر بکند و دوباره اون کار را انجام بدهد. و مطلب دیگری که در این زمینه میخواستم عرض بکنم این است که بسیاری از مردم فکر میکنند وقتی که دعای استخاره خوندند یا نماز استخاره را خوندند که اصل این دعای استخاره هست، نه نماز استخاره. منتها به خاطر دعای استخاره نماز رو هم به صورت تقلیل میگن
میگویند که نماز استخاره. برخی فکر میکنند که ما حتما وقتی که دعای استخاره رو یا نماز استخاره رو خوندیم حتما باید خواب ببینیم، در خواب ما کسی به ما بیاد الهام بشه که این کار رو انجام بده، فلان کار رو انجام نده، این کار مفید هست، فلان کار مضر هست. این لازمش نیست، این طلب دعایی هست و این به برکت این دعا ان شاء الله متعال الله متعال شما رو ان شاء الله به اون چیزی که خیر و صلاحتون هست ان شاء الله توفیق خواهد داد. یعنی سنت اینه که این نماز رو بخوانیم، دعا رو بخونیم، توکل به خدا، کارمون رو شروع بکنیم. کارمون هر کدوم کاری که مثلا شرح صدر بیشتری شدند، یعنی دلشون قلبشون بیشتر به اون طرف تمایل یافت، اون کار رو انجام بدن ان شاء الله. اما اگر میل باطنی نداشتیم انجام ندیم این کار. انجام ندید. هر کاری رو که یعنی به شرح صدر شد و بیشتر یعنی به طرف اون متمایل شدن ان شاء الله اون کار رو انجام بدن. اما اینکه استخاره میکنن با کتاب حافظ یا این آخوندا که دکان باز کردن به نام دین یا با پول یا بدون پول استخاره میگیرن از قرآن، ما قرآنی رو هم دیدیم که خیلی یک صفحه شو خوب، یک صفحه بد، یک صفحه خوب، یک صفحه بد نوشته بود. این نوع استخاره که خاصا در بین شیعیان رواج داره و آخوندا این کارو میکنن. بله، این در واقع استخاره نیست، این یک نوع فالگیری هست که فالگیری اساساً حرام هست و جایز نیست. هیچ تفاوتی نداره که این فالگیری به آیات قرآن باشه، به وسیله قرآن کریم باشه که قرآن رو باز بکنند، از قرآن فال بگیرند، یا اینکه از کتاب حافظ یا هر کتاب دیگری فال بگیرند. این به هیچ عنوان جایز نیست و این روش صحیح استخاره‌ای که هست و یک دستور شرعی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم اون گونه که در حدیث صحیح بخاری اومده به اون اهتمام ورزیدن، صحابه رو آموزش دادن، همین کیفیتی هست که بنده عرض کردم. هر کیفیت دیگری که چه به نام فال گرفتن باشد چه به نام استخاره باشد یک روش نامشروع هست و حرامه.